مسافر مسافر به میهن بیا تو که میهن عزیزت به گلشن بیا تو که میهن عزیزت به گلشن به سلام شهری جان خیریت یا راستی جون چیزا قربان کجا میری صاحب که تو گیلکی بالیا سفرا بخیر زنده باشی کجا بدی گیلک جان خانواده کلا نفته کنه ببینیم ما بیامده ها از ایران ها بخیر بیامدیم دیگه چند سال شد آخی 11 سال و نصفه 11 سال نشده باشه نه باشد 11 سال و نصفه دیگه ها یار چی رقم فرق کردم به تغییرات بیامده به من فرق کردی مسافر مسافر خیلی فرق به میهن بیا خون بچینده مثل می گسپندا پلوری نباشه اوه سر دیگه دیار هستی قربان شما چی فرق کردن دیگه چی فرق شده فرق خیلی گیلک به 11 سال آدم فرق نمیکنه عمر یک آدم یا 11 سال کلونتر بشودی چهره تو پخته تر بشده ایت دبلتر بشودی فکر کنم کم ایت شوقی تر هم بشودی مسافر مسافر به میهن بیا تو نه از استام سیستم بدنی از حساب سیستم اعصاب سر چی رقم فرق کردم من خاطر از این که جلو من مردم میگفتن همون 11 سال و نصفه جلوتر میگفتن که گلک ساده گلک دیانه حال مثلا چی رقم به نظر تو یعنی سیستم هوشیاری به وجود ما هست یار گیلک ما میفهم خوب که این مسافرت ایران بالا تو نفتاد پاک سرگی تر شده زنده باشی سلامت یعنی از جلو بیتر ما یعنی جلوتر به تو گیلک ساده میگفتم یا گیلک دیونه میگفتم حال به تو باید گیلک روانی بگم همیت پیش رفتم همیت پیش رفتی که بیخی خط آخیر روانی شده را دیگه خوبه دیگه جور اختیار باشی کجا هم والده؟ والده همین جا سلام حتما برسونی و علیکم سلام بگین گیلک روانی گیلک روانی جو گیلک روانی جو حالا بگین خوبه لیه خیلی فرق کرده لیه خیلی فرق کرده حسن دیگه رقم آدم من میگم به محله کن ایتا بود که من بیرون نشدم به تا محله دیگه تا همسایار ببینم مگر اون تو اول بخور معرفی کنم به همسایار ایتا تو 11 سال استدی خوب اگه 1 سال دیگه میستدی تو هیچ مرستونی قبول نمیکنی زنده باشی قربان سلامت بشی تشکر باشه اسم شریف شما حیات ما باز برم یعنی همسایه خود فراموش کردی نامرد نامرد رمضان بچه ماما دین اومد به یاد تو نیه نامرد رمضان یعنی طور میگم نامرد که تو اسم من فراموش کردی بابا صحیحه درسته دیار بشی زنده بشی بخیر بشی گیلک جو حالا دختر بلای آسمانی گاه به ما گاه با دیگرانی خدا داده به تو حسن و جماله ولی سنگین دل نامهربانی ولی سنگین دل نامهربانی دختری همسایه ما چشمار سیاه میکنه دختری همسایه ما فس زیاد میکنه حالم تباه میکنه به من میگه بیا که دوست دارم به من میگه بیا که دوست دارم باورم نمیشه باورم نمیشه باورم نمیشه چشم سیاه داری قربان چه بیار خانه کجا داری مهمان به گیلک جان اومده سفرا بخیر کشتن جانجه تیار هستی خوش آمد بکردی نه طوری خب باشه من بشینم کم قد توشم کشتن جانجه تیار هستی خیلیت پیار مادر نفته کن نبیدی شما زاد و ولد شما ببو بیبی چوچه پوچ خوبن گیلک چوچه پوچ کن نگرفتون زندگه برا خب باز هم پیار مادرم بگم چوچه پوچ بیرن دیگه دیگه تو چوچه پوچ نمیشی فهمیدی؟ چوچه پوچ دیگه چی گفایه؟ قناه غیره والده همگی شکر الحمدلله خوبن غیر از والده شوهر اینا شوهر اینا خوبه زنده بشی گیلک من مردم بشنیدم که گیلک بیامده ولی ندیده بیدم خوب شد بدیدم زنده بشه برو اگه راست ببوسم این نفته کن نویری ما خوب همونی که عقل کمال دیش تا به بی عقل کمال خوب بفهمیدی همه ما بیامدیم برو 11 سال و نصف شد خیلی وقتی خیلی زندگی شد چی فرقایی با ما آماده از هر خدا کتشی دیگه نه
خیلی که دیگه برم نمیدهمی که چوچی لک میدیاری نام خدا جوانش نه دیگه وقت هم میفهمیدم میته خب میفهمیدم دست روزی که برفتم هم تا که ما از این حرکت کردیم که برفتیم شیشتنی دست چپ راست خود بشناختم نه بابا اونجا لگه بابا چیزی لگه اونجا با هر دستی نون بخوری که اپینیه دیلک به ایران چه کار میکردی چی برار من نانه شفاخونه بدم نانه شفاخونه همه تو مردی برار خوردتونیه لالا بیا کمر مثلا بیا برار من اونجا که راست بگوشی با یک مدت که دیدم خیلی شلوغ و مثلا تاشم تی میکشیدم دیگه تاشم تی کشی بید از من با دیدم اونجا نمیشه باز از اونجا برفتم برار به شرکت خرگوش پست خرگوش که تولید میشه از اونجا برار دیدم که باز اونجا خرگوشان بوی تف داره و فهمیدی علمی دست آخر بودن به حساب به داخل امی زمین ها کشاورزی کت هوار میکردم به حساب شوری گوی علمی وظیفی آخر ممی شوری گوی بود دیگه که هوار میکردم چی لگه امی طریقه دیلک مثلا جایی که به ایران مستی بری تو را که میدیدن میگو گیل جونه آفرین آفرین من میگم بپرسم من گفتم حالی میگم چی رقم حال چی میگم مردم سرقی تختکم همه چون چی هر کی با تو حتی برقی میگو حالا کم میتونی مچم خود تا حالا بچه ها کجا ندیدم به نظر تو من چند فیصد تغییرات به من به هوشیاری میبیام به نظر من گیلک جو خوب همین که من میبینی اون روزی که برفته بودی مثلا یک 50-60 تخته کم دیشتی آفرین حالی که به خیر خوشی بیامدی به سلامتی 100 تخته تو پر نشده خب دیگه 100 تخته کامل یار شیر آموده تو چرا وجودی تو چرا نشد وجود تو بالاتر ره من چون گیلک خیلی خیلی زحمت دارم گیلک جو هیچی هم نیه بخورو شاید تا صبح گشتگی بلا لاف خود ما اونجا به خیلی زنده بود برو عشق دیگه لک زنده بشی یعنی هوشیار کو کم اله بو شدم نه خیلی هوشیار شدی 90% تیار بشی ننه والدر سلام بگی چی شو ننه خودم سلام بگیم والدرم تو هم هم بگی سلام زنده بشی مادر خودم سلام بگیم والدرم بابا خیلی چاشتی تور میمون میکنه خودی تو میشینی اختلاط میکنی خورد و رزه واسه خوبه برو بخیر کی من مثلا کجی جان بگم بیاین کی بابا تو خبری میدونم ها بابا تو خبری میدونم سبا چاش نمیشه نه نگو حالی نگی لگا خدا به جون نرسد صحیحه لیلا در و کومنم پشت در و کومنم این سیری لغت زده کار میکنیم این چهار دل تو یار منه دل تو یار منه سلام گیلکه سلام سفران بخیر گیل خانوش کوش کو بیا ایشتنی تیار خوشحال تیار هستی سفران بخیر تیار هستی والده همه خوب شکر سفران بخیر خلیفه ایشتنه خوبم شکر به دعای شما تیار خوشحاله زنده باشی سلامت باشی زنده باشین چی به جا نآوردم من شما رو به جا بیاوردم اسم شما رو به جا نآوردم نشناختی گیلک همسایه کن چهره کمش ناسم دیگه اسم ما یاد رفته اسم شما یاد نمیرفته جمع گولو نشناختی حاله گول بفهمیدی بچی محمد این اومد دیگه آفرین بشتن جانجوره شکر تیا گربه شما نه نه گربه هم از ما چی گپایه قرار قراری ما به ایران که بودیم ما خب 11 سال و نصف اینجا بودیم خب ما نفته کنه میریم و را همه رخصت کردن خب ردمرز کردم نه ردمرز نکردم چه آمده گفتم ما نمیشه برات تا کی به مملکت مردم گیرونی شده وطن خود یاد کردیم خوب کردن گیل خان حالی هم برار ما گفتم باشه از همسایا بپرسم از این شب ما 10 روز 8 روز میشه بیامونم خونه ما خوب بدیم میمون بدیم به جو غله ما گفتم به عقل کمال ما چند فیصد تغییرات آماده از 100% بگم از 100% 24% بیتر از اون جمله گذشته شده دلگه که بیتر ها به نظر به چاخر دلگه که بیتر یعنی کمبوتی نیه به وجود کمبوتی فعلا کنیه تا چند روز باسه کنه میای کمبوتی یا نه آفرین تغییرات میای به سر کلت یا نه خوشحال شدین دیگه زنده باشین گیل خان چی عجب که تو بزی طرفا میبینی زنده باشی او هم خیالم همسایه مونه کی خبود او به نظر مامان نورالله ماما نورالله ماما شده
دیگه ما ماما نوری‌الله با حساب احترام اینا میگه جار بچه ماما نوری‌الله مگه بری به پیش اینا گیلگیت نمیشنم اما آتیار بچه چاشت میای من گیلگ چون جو مثل من کوه یا دیگه چیزی نیر گورینی میکردم دیگه حال خلاص شده نه او پل که شیشته میگم او پل شریکاری بیده که کوه ها اینجا کوه و پشت از او کوه ها زنده باشی میام چاشت میای گیلگ جو نه جون به تو اون گفتم نشناخمه نمی‌دونم تخش بگو فلانیه گیلک ماما نیرالله گیلکه میشناسه نزدیکتری ازیبه از می ادم بری میشه از این ادم بری ازیبه بیامدم چشم نفتاد برو برو خبر بگیر همسایه گفتم خل نشوندم همسایه خوب کار کردی چشما ما روشن شد تر دیدیم زنده باشه دل ما به همسایه تنگ شدی بیده خیلی تو تنگ شده بید گیلک جو اینجا ما گفت چی جق میکنه از اینجا کی نه به پیش از اصلا چشما مال حل دید نمیده باور چی میگه ها چی میگی هر کس هست بیا اینجا به پیش من ما ببینید که دستم به تا کار مال و کاری الا کنم برم به پیش او ما که بگم منو زنجا نه ای گیلک نیه گم شده تو با کجا بودی؟ بیا که تو ریاد کردم باور کن بیا من میگم یا روی که مگول چی جق میکنه چی کار داره؟ اشتر نقص جانجوره عادی بیا تو چه تکلی میزنی؟ موجود بیدک دیگه ها بیا با تا بغل من که تو ریاد کردم گیلک جو بیا اشتر چی؟ چی؟ نورالله نورالله اشتر جانجوره نقه چی گپوه؟ اینا کوه نه برو اینا کوه با کجایه؟ چیه؟ اینا نمیشناسی؟ نه واقعیت نمیشناسی؟ نه خواهیات ما برفتی 11 سال و نصفی بودیم مولیه اینا مولی؟ ها مولی کی نه؟ مولی نه نمیشناسی تاله آها همینه که مثل شغلمه آفرین حالی بفهمیدی چی گپای لگه؟ اشتن گیلک جو ما بیامدن لکه همه بیامدن لکه نفته کنه بیریم ما نه تو همه بیامدن ما اصلا مرغ نمونده حالا دیگه نیلیلا گفتی نیلیلا بر نمیشناسی با او تاثر تو به کل مثل کاسی همه صاف شده دیگه تا بعد بفهمید یک چیزی ما به تو بگم گیلک بفهمیدی دو چیز گفته به آدمی با فا نمیکنه مو رو آفرین رو هم که هست خنج میکنه خور مو هم که هست از سر آدم میره کار زنده بشی نیلیلا بیا از تو آدم خورده کم یک روی نویشتی که بدن نه نداشتم بفهمیدیم مدام به ابرو خوب ازی میکنیم ابرو خوب چیز میگم گیلک ما خود خور بگم خود من لیلیلا گپ به حساب هوشیاری و فرهنگی چند فیصد من فرهنگ دارم هوشیار هستم یاری ببین چه که بودی که خوب بوده هر روز که بیرون رفتی من فکر کنم پاک از بین برفتی یعنی از حساب عقل کمال فکر کنم ختم جور و سازمند بشی برای ما بازم شکر که نظر میدی تشکر باشه لیلیلا جان ما برار اگه خدمت چیزی به دستم میایه نوکر مانی برار ما به خدمتم سلامت بشی سکو گیلک بیاد لبز خودم من نگشتندم خیر بیا بفهمیدی همه تا که بودم همه تنم بفهمیدم هم به لبز هم به فرهنگ هم به عقل کمال نام خدا عقل فرهنگ هم خیلی کامنیه عقل کمال تو که نام خدا دیگه به می دی کسی نداره زنده بشی به خاطر ازی که کم دیگه که به خیر خیریات به ایران میستدی لاقل یک سال دیگه میستدی همین سرقی میشیدی که تو رو هم بلد نمیشیدی که قربان زنده باشی بسیار تشکر خدمت باشه دیگه خیر بینی برارمه زنده باشی جور باشی ننه بابا سلام زیاد بگی نه رستی بفتادم یا اوگار شدم والله امیت بفتاده دیگه تو 13 14 سال چند ساله که 11 سال و نصفه خلاص دیگه تو سیکو یعنی حال چه زندگی نون پخته میتونم پخته نمیتونم گیلک قلور تیریشا چی گپ بزی نیلیلا جان چاش کی خود نفته کنه میری خو میمون شما شیم به قلور تیروش فرق نمیکنه من میگم نون پیاز باشه یار برارم فلانه کو باز ما به تو خبر میدم درسته خودی کجیر خبر ندی نه که بالی هم نفت میمونی نه دلجان باش برو جار باشی فقط خاص خالص گفتم خبری بگیرم تلفن مردم میره به کشور عقل کمال یاد میگیری اما عقل کمال یان کدی سر دستی برن ولی بیا آدمو ذره که من چی رقم شدی اما آدم که یک دفعه دیوانه شد دیگه هوشیار میشه ساده شد دیگه عقل کمال پیدا میکنه برو راه بگیر برو رد کار خوب زار از این گپا باش خوب بود اگه به همین قله که بود
بازم بعد این مجلسا به درد میخورد خودم زیر بغلی خو میومد 10 دقیقه ساعت ممتیر میشد بازم الهی شکر که بیام از این برام که مجلسا بازم زیاده بازم این به کاره 10 دقیقه بعد این بچه‌ها رو میخندونه